تصور کن برای خرید یک نان به یک کیسه پر از پول نیاز داشته باشی. این داستان فیلم نیست. این نتیجه چاپ پول بدون پشتوانه است. ونزوئلا روزی یکی از ثروتمندترین کشورها. حالا اسکناس‌های 1 میلیونی چاپ می‌کند. زیمبابوه اسکناس 100 تریلیون دلاری چاپ کرد. جوهرش از خودش با ارزش‌تر بود. آلمان 1923 تورم ماهانه 29500%. مردم با پول خود را گرم می‌کردند و با گاری پول را برای خرید جابجا می‌کردند. مجارستان رکورددار تورم جهان است. قیمت‌ها هر 15 ساعت 2 برابر می‌شد. و حالا ایران، کشوری با تاریخ پر افتخار اما زیر فشار تحریم، تورم و چاپ پول. سوالی نیست که چرا پول سقوط می‌کند. سوال این است چه کسی هزینه‌اش را می‌دهد؟ مردم یا دولت‌ها؟ تاریخ یک چیز را ثابت کرده: مردم فقیرتر، اسکناس‌ها بزرگتر. تاریخ بارها این داستان را تکرار کرده. قدرتمداران تصمیم می‌گیرند اما این مردم هستند که فقیرتر می‌شوند. حالا از شما می‌پرسم، واقعاً چه کسی باید به داد مردم برسد؟ همین حالا در کامنت ها بنویسید، چون شاید این بار صدای مردم بلندتر از اسکناس ها باشد. اگر دوست دارید ویدیوهای تحلیلی و جنجالی بیشتری ببینید، سابسکرایب، لایک، شیر یادتون نره.